آقای خانزاد ببخشید، برنامه‌تون برای روز پدر چیه؟ عرض کردم که خدمتتون ما اینجا توی خانزاد همه کچلوارامون رو آب زدیم، فقط 1,690. لطفاً توی پیجم اعلام کن. مطمئنی؟ بله که دیگه هیچ کس بهونه نیاره به جای جوراب کچلوار واسه باباشون بخرن. چشم حتما. آقای خانزاد ببخشید، بار جدید کچلوارمون رسیده، چیکارشون کنیم؟ خب 6 دکمه ها رو بذارید توی وی آی پی، مجلسی هم بچینید توی سالن. به جهانم بگو بیاد. چشم. خانم جهان، آقای خانزاد کارتون داره. جانم. گلی که سفارش دادم آماده؟ بله خدمت. خیلی ممنون. در ضمن اگه کسی سراغمو گرفت بگو 2 روزی نیست. بله. شبتون بخیر. آقای خانزاد یه وقت زشت نباشه 2 ساعت من اینجا کاشتی. مچل کردی منو؟ میبینی که درگیر گل خانم بودم. خب وظیفته. منتشو سر من که نذار. بگو چشم. این دل عجب گیری کرده. این همه آدم جلو من خم و راست میشن.